سلام دوستان، من سعید هستم. اینجا آکادمی آی زبانه و میخوایم 0 تا 100 گرامر رو با هم کار کنیم. بیایید ببینیم گرامر از کجا شروع میشه. قسمت اول. برای شروع کار در مورد گرامر ما نیاز داریم بدونیم جمله یعنی چی، سنتنس، و برای اینکه جمله رو بخوایم با هم یاد بگیریم نیاز هست که ساده ترین جمله رو قطعاتش رو با هم چک کنیم. خب سنتنس شد به معنی جمله و اولین جمله ساده ما I am happy و نقطه‌ای که جمله رو تموم کرده. جمله دوم، مثال دوم I play piano. دو تا جمله ساده داریم که میخوایم امروز با هم بررسی کنیم. خب دقت کنید، قسمت اول هر دو جمله I هست. یعنی چی؟ یعنی قسمت اول مشترک هست. حالا I به چه معنیه؟ I به معنی سابجکت هست توی جمله ما، قسمت اول جمله ساده ما. حالا سابجکت ها چیا هستن؟ اینجا نشون داده که My name is سعید. I am a teacher. دوباره قسمت اول جمله اول سابجکت و قسمت اول جمله دوم هم سابجکت، اما یک مقدار با هم فرق دارن. My name I. تو این جدول مشخص کردیم که سابجکت چی هست و سابجکت پروناون چی هست. همه این ابعاد جدول برای قسمت اول جمله ماست. خب My name I, you and you. اینجا سابجکت هست، اینجا سابجکت پروناون. دقت کنید قسمت اول هست و حالا توصیف کنیم. قسمت اول سابجکت علی و اومده گفته سابجکت پروناون he. خب ما وقتی که دو تا جمله در مورد یک نفر میخوایم توضیح بدیم، توی جمله اول اسمش رو میاریم و توی جمله دوم دیگه از اسمش در واقع استفاده نمی کنیم، میایم ضمیر استفاده میکنیم. اینجا به همون صورت سابجکت اسم شخص و ضمیری که اومده علی رو تکرار نکرده میشه he به عنوان سابجکت پروناون. دو تا جمله علی has a car, he loves his car. سابجکت و سابجکت گفتیم قسمت اول جمله، اما اینجا میشه سابجکت علی و اینجا دیگه علی تکرار نشده، سابجکت پروناون he. یه بار دیگه در مورد جمله داریم صحبت میکنیم و میخوایم ساختمون جمله ساده رو با هم بررسی کنیم. جمله اول I am happy و نقطه که جمله رو تموم کرده. جمله دوم I play piano. دقت کنید که هر دوی جمله ها قسمت اول سابجکت هست مشترک. قسمت اول یک جمله همیشه میشه سابجکت. I subject. و گفتیم جمله دو تا بخش داره. قسمت اول شد سابجکت. حالا میریم به سراغ قسمت دوم جمله. بعد از اینکه ما بسته به منظوری که میخوایم بگیم سابجکتمون رو آوردیم، حالا باید قسمت دوم جمله رو با هم فراهم کنیم. قسمت جمله برای مثال اول I am و قسمت دوم جمله دوم play. این دوتا هم با هم اختلاف دارن، میخوایم بررسیشون کنیم. am که مثال اولمون بود میشه to be verb ما، پس اول سابجکت اومد I و بعد am، قسمت دومش to be verb. to be verb ها به 3 دسته تقسیم میشن برای قسمت اول. am, is و are هستش. حالا قسمت اول جمله سابجکت بود که با هم بررسی کردیم، اینجا هم سابجکت و حالا میخوایم to be verb ها رو بررسی کنیم که گفتیم 3 تا هستن، am, is و are. حالا اگر سابجکتمون I باشه I am، اگر سابجکتمون you باشه you are، اگر سابجکت شخص باشه که داریم در موردش صحبت میکنیم به عنوان سوم شخص، رادین یه آقا، رادین ایز. آترینا یه خانم، آترینا ایز. My house یک شیء یا شاید یک حیوان، My house is. سابجکت my dad and I، دو نفر که یکیش منم، ما. My dad and I are. You اینجا you یک نفر بود، تو، و اینجا یو جمع هست، شما چند نفر، you are. رادین و آترینا دو نفر، آنها، رادین و آترینا are. جمله رو گفتیم معرفی شد. دو تا مثال داریم. جمله اول سارا is happy و جمله دوم she is Iranian. دقت کنید جمله اول سابجکت هست، معرفی شد شخص، و جمله دوم از اسمش جلوگیری شد، تکرار نکردیم دیگه، she اومد. She is Iranian. قسمت اول سابجکت
و قسمت دوم to be verb. to be verb رو گفتیم سه تا. میتونی بگی am, is, are. و اینجا چون سوم شخص آوردیم سارا یا شی، to be verb شده is. happy Iranian قسمت سوم هست که میخوایم با هم بررسی کنیم. اگر جمله ما to be verb داره، برای مثال گفتیم I am, he is, she is. یک کدوم از اینها هستش. حالا قسمت سوم جمله چی هستش؟ دقت کنید که جمله اول my name is سعید آبی شده. I am happy. I am a nurse. I am Iranian. I am tall. این چند تا در واقع 5 تا جمله که 5 تا قسمت سوم برای شما آورده. داریم میگیم اگر to be verb داریم یعنی I am من هستم. حالا من چی هستم؟ برای مثال میتونه اسم باشه I am سعید یا my name is سعید. هلیا is happy. 3 تا قسمت داره این جمله. هلیا is و happy. البته که نقطه هم مهمه، دیرتر در موردش صحبت میکنیم. هلیا is happy. جمله رو با چی بستیم؟ نقطه. اگر در مورد اسمش میخوایم صحبت کنیم به 2 دسته تقسیم میشه که ما داریم بریتیش صحبت میکنیم انگلیسی رو یا امریکن. توی بریتیش اسمش میشه فول استاپ و اگر داریم امریکن صحبت میکنیم اسمش میشه پیریود. ما در حال آموزش امریکن هستیم پس پیریود استفاده میکنیم. این جمله شد 4 بخش. هلیا is happy نقطه که جمله رو تموم کرده. هلیا subject is to be verb happy adjective هست که معرفیش میکنیم. قسمت 4 هم که period تموم کرده. یک بار دیگه شما 4 تا رو تکرار کنید. هلیا is happy مارکی که نقطه رو تموم کرده. خب period در مورد نقطه صحبت کردیم. آیا نقطه برای فقط نوشتن ما مهمه؟ این یه سوال مهمه. خب 2 تا جمله رو فراهم کردیم از مثال هایی که با هم کار کردیم. My name is سعید. I am a teacher. دقت کنید که 3 تا قسمت دارن هر کدوم و اینکه هر کدوم با نقطه تموم شدن. حالا میخوایم بگیم که نقطه فقط برای رایتینگ نیست. کدوم مهارت‌های زبانی رو شامل میشه؟ دقت کنید توی پرانتز تمام 4 مهارت زبانی شما رو تحت تاثیر قرار میده. هر کدوم به روش‌های خودش. رایتینگ مهمه، ریدینگ مهمه، لیسنینگ و اسپیکینگ. همه این مهارت‌ها با نقطه کار دارن. پس بخش مهمیه. اگر که صحبت‌های منو کامل متوجه شدید میتونید که کویز رو انجام بدید بفرستید برای ما یا اینکه فیلم رو دوباره ببینید و میریم برای قسمت‌های بعدی.